حاضر پسری که مایه 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ بستگی داره. اگه خودش بخواد که پیشرفت بکنه و دوستش داشته باشم آره، و اگه خودم هم شغل داشته باشم. من بخوام بابام نمیذاره. آره. چرا؟ اگه دوستش داشته باشم قطعا ازدواج میکنم. بریم؟ سلام علیکم. بازم اومدم با پاپای قشنگم. حس میکنم باید هر روز پاپا رو بیارم چون خیلی طرفدار داره. امروز هم چالشمون سوالمون اینه که حاضری با پسری که مای 7 میلیون حقوق داره ازدواج کنی؟ بزنیم بریم یکی مد نظرم ببینم جواب مصاحبهمون رو میده یا نه. بریم. سلام عزیزم، خوبی؟ میتونم ازتون مصاحبه انجام بدم؟ این چالشمونه که اسمتون اول چیه؟ مرجی هستم. مرجی. خوشبختم. منم فاطمه. چند سالتونه؟ 21. خوشبختم. سوالمون اینه که حاضر به پسری که مایی 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ بستگی به خیلی چیزا داره. اینکه پایش 7 میلیون باشه و تلاشی باشه که حالا بسترش آماده شه، درآمد بیشتری باشه و تلاشش باشه آره هست. مرسی که چالش هم اومدین. اگه مایلین که ویدیو تو چنلم باشه یه قلب واسه بچه‌مون بفرست. مرسی، ممنونم، خیلی لطف کردین. سلام بچه‌ها، خوبین؟ اسمتون؟ مبینا. شما؟ مهلا. خوشبختم. منم فاطمه. مرسی که چالش هم اومدین. سوالم اینه که حاضری با پسری که مای 7 میلیون حقوق داره ازدواج کنی؟ آره. چرا؟ اگه دوستش داشته باشم قطعا ازدواج میکنم. شما؟ آره. اگه دوستش داشته باشم. دوست داشتن؟ مرسی. اگه مایلی که ویدیوتون چنلم باشه یه قلبم از بچه‌مون بفرست. اسمتون؟ مبینا. اسم قشنگی. سوال چالشی اینه که حاضر پسری که مایه 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ بستگی داره. اگه خودش بخواد که پیشرفت بکنه و دوستش داشته باشم آره، و اگه خودم هم شغل داشته باشم. اگه نه یا مثلا هیچ درآمدش هیچ پسندازی نداشته باشه، می‌بینید بستگی به اینکه پسندازی داره نداره، درآمدش رو چجوری خرج میکنه، اینا بیشتر مهمه تا اون درآمده. آره درسته، دقیقاً درسته. مرسی که چالش هم اومدی. اگه مایلی که ویدیو تو چنلم باشه یه قلم واسه بچه‌مون بفرست. خیلی مهربونین. مرسی. اسمتون؟ آیسا هستم. خوشبختم. منم فاطمه. مرسی که چالش هم اومدین. چالشی مونه که حاضر به پسری که مایی 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ درآمدش دلیل نمیشه که باشه ازدواج کنم. اگه اوکی باشه باشه. عزیزم مرسی که اومدید. چالشم اگه مایلین که ویدیو تو چنلم باشه یه قلب واسه بچه‌مون بفرست. اون حالت قلب نشون بده. این شکلی هم که مرسی، خیلی لطف کردین. سلام بچه‌ها، خوبین؟ میتونم اسمتون رو بدونم؟ مهنا. شما؟ کیمیا. من یه بار با شما مصاحبه انجام دادم. بعد سوالم اینه که حاضری با پسری که مایه 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنین یا نه؟ من بخوام بابام نمیذاره. شما؟ 7 تومن بستگی داره. بستگی به چی؟ شاید علاقت انقدر زیاد باشه که قبول کنی، ولی تو این دور زمونه به نظرم پول بالاتر از علاقه است. درسته. مرسی که چالش هم اومدین. اگه مایه دیگه ویدیو تو چنلم باشه یه قلبم واسه بچه‌مون بفرست. مرسی، خیلی لطفی. اسمتون؟ سلام، من فاطمه هستم. خوشبختم. منم فاطمه. مرسی که چالش هم اومدی. چالشی مونه که حاضر پسری که مایه 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ نه. چرا؟ چون کفاف زندگی رو نمیده. چون خرج و مخارج خیلی بالاه، نمیشه اصلا. واقعا نمیشه. باید فکر عاقلانه فکر کرد. دقیقاً درسته. اگه مایلین که ویدیو تو چنلم باشه یه قلب واسه بچه‌مون بفرستین. خیلی ممنونم. مرسی. بچه ببینید که دیگه خستم کرد. خسته شدم. خودش اومد کثیف کرد توی خاکا. واقعا نیاز به حمایت دارم من. نیاز به لایک کردن داره ویدیوام. لایکش کنین، سابسکرایب هم کنین. بابا بهتون میگه لطفا لایک کنین لطفا. سلام عزیزم، خوبین؟ میتونم اسمتون رو بدونم؟ آذر.
اسم خوشگلی. سوالم اینه که حاضری با پسری که مایه 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ چرا؟ اگه دوستش داشته باشم آره. دلیلش یعنی دوست داشتن. آره میتونم خودم در کنارش کار کنم. عزیزم میرسیم دور زمانه باید زنا در کنار مردا کار کنن، به این چیز خیلی اعتقاد دارم. ممنونم که چالش اومدی. اگه مایل ویدیو چنلم باشه یه قلب بفرستید بچه‌مون. مرسی. این چه اسمتون رو بدونم؟ قربون تبسم. چه اسم قشنگی. سوال چالشمون اینه که حاضری با پسری که مایه 7 میلیون درآمد داره ازدواج کنی یا نه؟ آره، چرا؟ چون پول اصلا برام مهم نیست و اگه واقعا هم دوست داشته باشیم پیش هم باشیم واقعا میشه بیشتر کرد یا میشه کنار هم داره. مرسی که چالش اومدی. اگه مایلین که ویدیو چنلم باشه یه قلب بفرستین. خیلی ممنونم.